به نام خدا. محمد امین شهیدی هستم، درس مهندسی اینترنت. موضوع امروز ما راجع به دیجیتال مارکتینگ هست که میخوام یه نقد و بررسی بکنیم، ببینیم چی از کاربردش چیه، از کجا شروع شده و استفادهش تو زندگی روزمره ما چه تأثیری داره. اگه بخوایم تو مقدمش اشاره بکنیم، 3 دسته تقسیم میشه. یکی تعریف کلی دیجیتال مارکتینگ که یه دونه اهمیت روزافزونش تو زندگی روزمره ماست، یه دونه مزایای رقابتیه. تعریفش رو اگه بخوایم بگیم، به طور کلی دیجیتال مارکتینگ استفاده از کانال‌های آنلاین برای تبلیغ و فروش محصولات است. این روش بازاریابی از فناوری‌های دیجیتال بهره میبرد. یکی اهمیتشه که امروز بیش از 60% مشتریان ابتدا به صورت آنلاین جستجو میکنند. حضور دیجیتال برای کسب و کارها ضروری شده است. مزایای رقابتی هم هزینه کمتر، قابلیت اندازه‌گیری دقیق و دسترسی جهانی از مزایای اصلی بازاریابی دیجیتال است. اینجا اگه توجه کنیم، تاریخچه دیجیتال مارکتینگ هست که از دهه 1990 شروع شده تا به امروز قابل استفاده هست و مردم هر روز دارن از این تکنولوژی و از این دیجیتال مارکتینگ استفاده میکنن در زندگیشون. در دهه 1990 ظهور اینترنت و اولین وبسایت ها ایمیل مارکتینگ آغاز شد. موتورهای جستجو شکل گرفتند. در دهه 2000 هم گوگل آدوردرز راه اندازی شد. بازاریابی محتوا اهمیت یافت. شبکه‌های اجتماعی متولد شدند. در دهه 2010 موبایل مارکتینگ رشد کرد. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت و همچنین داده‌های بزرگتر اهمیت پیدا کردند. و همچنین امروزه هوش مصنوعی واقعیت افزوده و شخصی سازی بازاریابی صوتی و ویدیویی رونق گرفته است. این هم که تصویری که مشاهده میکنین انیمیشن کارتون، تصویری از شروع از سال 1990 تا به امروز در حال استفاده از دیجیتال مارکتینگ. انواع روش دیجیتال مارکتینگ: بازاریابی محتوا، سئو، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل مارکتینگ. بازاریابی محتوا، تولید و انتشار محتوای ارزشمند برای جذب مخاطب هدف. سئو، بهینه‌سازی وبسایت برای موتورهای جستجو و افزایش رتبه. شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی از طریق پلتفرم‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و لینکدین. ایمیل مارکتینگ، ارسال پیام‌های هدفمند به مشتریان از طریق ایمیل و همچنین تبلیغات پرداختی، تبلیغات کلیکی و نمایشی در پلتفرم‌های مختلف. چطور بعضی وقتا مواقع پیش میاد که برای یک سری از افراد SMS یا لینک‌های تبلیغاتی SMS میشه یا به ایمیلشون میاد، برای مثال تا وقتی که رو اون کلیک کنن پیامی نمایش میده برای تبلیغ کسب و کاری یا جنسی که برای فروختن استفاده بشه. استراتژی دیجیتال مارکتینگ که به چند دسته تقسیم میشه. یکی اجرا و بهینه‌سازی، برنامه‌ریزی عملیاتی، تعیین استراتژی، هدف اهداف و تحلیل بازار هستش. اجرا و بهینه‌سازی بخوایم اگه توضیح بدیم، میگیم پیاده سازی سنجش بهبود مستمر، برنامه‌ریزی عملیاتی، تعیین کانال‌ها، زمانبندی و بودجه، انتخاب رویکردها و روش‌های اصلی، تعیین اهداف، مشخص کردن نتایج مورد انتظار. تحلیل بازار هم شناخت مشتریان و رقبا که میتونید تشخیص بدین که مشتریاتون در چه سطح هستن، چه اقلام یا اجناسی رو بیشتر خرید میکنن، چه جنس هایی بیشتر مثلا مشتری بیشتر داره، خواهان زیاد داره و رقباتون رو شناسایی میکنین تا رقابت ایجاد میشه برای فروش بهتر اجناس خود. استراتژی موفق مارکتینگ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. این فرایند از تحلیل بازار آغاز می شود. هر مرحله بر پایه مرحله قبل بنا می شود. اینجا هم ابزارهای کاربرد دیجیتال مارکتینگ هست: ابزارهای تحلیلی، ابزارهای مدیریت محتوا، ابزارهای تبلیغات، ابزارهای ایمیل مارکتینگ.
اگه بخوایم ابزارهای تحلیلی رو توضیح بدیم، گوگل آنالیتیکس، سمراش، هاتجار، کلیمکپ. ابزارهای مدیریت محتوا، وردپرس، دروب، کانتنتفول، هوتسویچ. گوگل ادز، متا بیزینس سویت، لینکدین کمپین منیجر، توییتر ادز. و ابزارهای ایمیل مارکتینگ هم میل چیمپ، سندپالز، اکتیو کمپین و کانتکت. اینا مواردی که اشاره کردیم مربوط میشه به ابزارهای کاربرد دیجیتال مارکتینگ. تحلیل دادا و اندازه‌گیری عملکرد. این نموداری که مشاهده میکنیم مربوط میشه به دادا و اندازه‌گیری عملکرد دیجیتال مارکتینگ هست که نرخ تبدیل، نرخ بازگشت سرمایه، ترافیک وبسایت، نرخ کلیک، زمان ماندگاری و نرخ پرش در نمودار مشاهده میکنید. تحلیل داداها قلب دیجیتال مارکتینگ موفق است. شاخص‌های کلیدی عملکرد باید به دقت انتخاب شوند. تحلیل‌های مستمر امکان بینه‌سازی کمپین‌ها را فراهم می‌کنند. مطالعه موردی، نمونه‌های موفق. امروزه که دیگه در عصر تکنولوژی و اینترنت زندگی می‌کنیم، تعدادی از سایت‌ها و برنامه‌های موفق هستند که از طریق دیجیتال مارکتینگ کسب و کارهای راه انداختن و بسیار معروف و پرفروش هستند. از معروف‌ترین آنها به دیجیکالا، اسنپ، نتفلیکس اشاره میتونیم بکنیم. دیجیکالا استفاده هوشمندانه بازاریابی محتوا و سئو، بهره‌گیری از اپلیکیشن موبایل و تجربه کاربری عالی، نرخ تبدیل بالا با پیشنهادات شخصی سازی شده. اسنپ بازاریابی ویروسی موفق در شبکه‌های اجتماعی، کمپین‌های تبلیغاتی خلاقانه و جذاب، استفاده از کدهای تخفیف برای جذب کاربران جدید. نتفلیکس سیستم پیشنهاد دهنده هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی، ایمیل مارکتینگ شخصی سازی شده، تولید محتوای منحصر به فرد، بازاریابی محتوای قوی. هر کدوم از اینایی که توضیح دادیم، هر کدوم به نحوی و روشی که خودشون دارن برای جذب مشتری و کاربران خود تلاش میکنن. دیجیکالا با استفاده از پیشنهادات شخصی سازی که داره، در طول یک ماه یک جنسی رو تخفیف میذاره، بلک فرایدی داره، میتونه از این لحاظ برای جذب مشتری خود تلاش بکنه که خیلی هم این روش جواب داده و تو فروش محصولات خودش خیلی تاثیرگذار بوده. اسنپ هم میاد کدهای تخفیفی رو به مشتریانش میده، مثلا کد تخفیف سفر، کد تخفیف خرید غذا، دارو یا هر چیزی که مشتریانش احتیاج داشته باشن. از این لحاظ برای جذب مشتری بیشتر خود خیلی تلاش میکنه. چالش‌ها و فرصت‌های بازار ایران. محدودیت‌های دسترسی، فیلترینگ پلتفرم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی. دیگه امروز ما چون فیلتر هستیم و در تحریم به سر میبریم، محدودیت‌های بر ما بیشتر است. به خاطر همین در مسئله دیجیتال مارکتینگ ما خیلی تاثیرگذاره. زیرساخت‌های فنی، سرعت و پایداری اینترنت، درگاه پرداخت. همچنین در سرعت اینترنت ما هم تاثیرگذار میباشد و درگاه پرداخت ما هنگام پرداخت خرید کالا یا هر جنسه دیگه نیست تاثیرگذار هستند. فرصت‌های بکر، بازار رو به رشد و رقابت کمتر در برخی حوزه‌ها، بوم‌سازی استراتژی‌ها، تطبیق روش‌های جهانی با فرهنگ و نیازهای محلی. بازار ایران با وجود چالش‌های متعدد، فرصت‌های بی‌نظیر ارائه می‌دهد. شرکت‌های موفق باید استراتژی‌های جهانی را با شرایط محلی تطبیق دهند. نتیجه‌گیری: آینده دیجیتال مارکتینگ، هوش مصنوعی و شخصی سازی. آینده دیجیتال مارکتینگ با هوش مصنوعی پیشرفت گره خورده است. شخصی سازی عمیق تجربه‌های کار به اهمیت بیشتر می‌یابد. جستجوی صوتی و محتوای تعاملی.
با گسترش دستیارهای صوتی بینی‌سازی برای جستجوی صوتی ضروری می‌شود. محتوای تعاملی جایگزین محتوای سنتی خواهد شد. حریم خصوصی و اعتماد: با افزایش نگرانی‌های حریم خصوصی، بازاریابی مبتنی بر اعتماد اهمیت بیشتری می‌یابد. شفافیت کلید موفقیت خواهد بود. توصیه‌های کاربران: به‌روز ماندن با تکنولوژی‌های جدید ضروری است. آزمایش مستمر و یادگیری از داده‌ها را فراموش نکنید. روی تجربه کاربری تمرکز کنید. ممنون که صحبت‌های ما رو گوش کردین. بابت کمبود امکانات از شما عذر می‌خوام.